سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه ششم آگوست در خدمت شما. یک زندانی تاجیکی قبلا ادعا میکرد پاسبان‌های محبس او را عذاب و شکنجه دادند، اکنون میگوید گپ‌هایش دروغ بود و از زیر تاثیر دیگران ماموران زندان را بدنام کرده است. صدرالدین تاشف که در یک پرونده پرسر و صدای شکنجه در سال گذشته نامش پیوسته در مطبوعات تاجیکستان بود، روز ششم آگوست در نشست خبری در زندان رقم 1 در دوشنبه گفت: مسئله تطبیق عفو مثل نفهمیشی مثل دیتاشی دمیده پیشبرد کردم همونجا رفتم در یک حالت مثل روانی خبر داشتم همه استفاده بودم این حالت رو تشکیل کردم. شما یکی زده بود؟ شخصا من هیچ که زده نیست. سال گذشته در اینترنت یک ویدیو نشر شد که در آن صدرالدین تاشف داغ‌های کبود و سیاه بدنش را نمایش داده میگفت که این همه آثار لطوکوب بیرحمانه ماموران زندان است. او در نشست خبریش گفت به اختیار خودش خبرنگاران را به این نشست دعوت کرد، اما گمان می‌رود که معامله بین او و ماموران زندان صورت گرفته باشد. صدرالدین تاشف ملقب به قاری، یکی از فرماندهان سابق نیروهای مخالفین، سال 2001 با گناه گروگانگیری و تروریسم به 25 سال زندان محکوم شد. ممکن است او را امسال بر طبق قانون‌های عفو پیشین از زندان آزاد کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند تحقیق پرونده قتل دو جوان در خاروق ادامه دارد و فرضیه‌های مختلفی در این زمینه بررسی می‌شوند. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت امور داخلی روز 6 آگوست به رادیو آزادی گفت متخصصان و مفتشان ورزیده که از دوشنبه به محل حادثه به خاروق رفتند برگشتند و تحقیق جنایت را ادامه می‌دهند. جسد سیاد آخان قدموف و دلیر خوشدلوی 26 ساله را صبح روز 4 آگوست با آثار تیر در داخل ماشینشان در محله نیوادک شهر خاروق پیدا کردند. معلوم نیست این جوانان را کی و برای چی کشته است. بعد از خونریزی و ناآرامی‌های ماهی در شهر خاروق، قتل دو جوان بیگناه مایه نگرانی مقامات و مردم شهر خاروق شد. فرهاد مومینوف کوهنورد جوان تاجیک بلندترین قله افریقا را هم فتح کرده است. این دفعه در حیات گروه کوهنوردان البروز بلندترین قله در اروپا و روسیه را فتح کرد. او در حیات بین المللی کوهنوردان آخر ماه آگوست به این قله 6642 متری برآمد که این قله در منطقه قفقاز روسیه واقع شده است. خودش روز 6 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت: اگر که مقایسه کنیم نسبت اون دیگر رفتهایی که من با اونجا بودم و 4 مرتبه دیگه برآمدگی بودم، این راهی که ما نو با اون قله برآمدیم از طرف شمال برآمدیم بسیار هم دشوار بود یا مگر خطا نمی‌کنیم و بسیار هم قوای جسمانی و قوای روحی رو زیاد طلب می‌کنه. گفتگوی کامل با فرهاد مومینوف را در وبسایت رادیو آزادی و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب به زودی نشر می‌کنیم. در تاجیکستان سالهای اخیر توجه به لباس‌ها که در آنها پرچم‌های کشورهای غربی انعکاس شده است زیاد می‌شود و پوشیدن فوتبالکا با پرچم آمریکا و یا بریتانیا یک نوع مد در بین جوانان شده است. یک تاجر فروشگاه صدبرگ به رادیو آزادی گفت که این لباس‌ها را از چین و ترکیه وارد می‌کنند و روزانه تا 10 دانه می‌فروشند. سفر جوانان تاجیک به خارج همچنین میل جوانان به زندگی بهتر و آرزوی تحصیل در امریکا و دیگر کشورهای غربی در انتخاب چنین لباس‌ها تاثیر گذاشته است. قبل از این جوانان و نورسان تاجیک فوتبالکاهایی را بیشتر می‌پوشیدند که در آنها نوشتجات SSR، روسیه و داغستان زیاد بود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.